و این اصل ثابت رو بهتر از همه میدونن. اصل ثابت اینه: و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه. هر کسی که خیانت کنه، اون خیانتش تو روز قیامت خواهد آورد یا به همراه خودش خواهد داشت اون خیانتی که کرده در روز قیامت بروز میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. گمان کردید ممکن است پیامبر به شما خیانت کند، در حالی که ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت کند و هر کس خیانت کند روز رستاخیز آنچه را در آن خیانت کرده با خود به صحنه محشر می آورد. سپس به هر کس آنچه را فراهم کرده و انجام داده است به طور کامل داده می شود و به همین دلیل به آنها ستم نخواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 161. و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه. و ما کان لنبی، یعنی بر هیچ پیامبری سزاوار نیست، شایسته نیست بر هیچ پیامبری، لنبی ان یغل، این که در اموال یا غنایم یا در امور امت خودش خیانت بکنه، غل و غشی داشته باشه. یغل غل و غش. و من یغلل، و هر کسی که خیانت بکنه، به خیانت آلوده بشه، یأت بما غل یوم القیامه، در روز قیامت آنچه را که انجام داده در باره خیانت، یأت بما، با همون خیانتی که کرده اونو بیارن. سپس به هر کس ثم توفا، سپس هر کسی توفا تمام کمال داده میشه، کل نفس، هر کسی ما کسبت، آنچه را که کسب کرده در دنیا، و هم لا یظلمون، و هرگز مورد ظلم واقع نمی شود. هر کسی به حق خودش میرسه. شرح و توضیح آیه شریف. و ما کان لنبی ان یغل، یعنی برای هیچ پیغمبری شایسته نیست که غل و غشی در کارهای خودش داشته باشه، یعنی گناهی، ظلمی. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه همه پیغمبران که معصومن، از مقام عصمت بهره‌مند هستند، اونها در پرتوی معرفت الهی که پیدا کردن، در پرتوی عظمت روحی که پیدا کردن، یا به واسطه شأن و مقامی که در پیشگاه حق تعالی یافتن، سزاوار نیست. یعنی محاله که از اون چنین کسی غل و غشی و خیانت بروز بکنه. محال است، نه اینکه نمیتونه، قدرت نداره، بلکه قدرت گناه، قدرت غل و غش، اختیار غل و غش داره، ولی همون مواردی که عرض شد، درجه معرفت اللهی که دارن، عظمت روحی که بهره‌مند هستن، واسطه شأنی که در پیشگاه خدا دارن، اینها از هر گونه این ذوات مقدس، از هر گونه غل و غش و گناه و ظلم و خیانت مبرا هستند. دلیل عظمت روحی و تقوای نفوذ ناپذیر انبیا اینه که با اسرار مبدأ و معاد از هر کس دیگری آگاهتر هستند و بیناتر هستند
از هر انسانی که بر روی زمین هست اونا داناترن انبیاء الهی و اولیاء الهی که معصومن و این اصل ثابت رو بهتر از همه میدونن. اصل ثابت اینه و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه. هر کسی که خیانت کنه اون خیانتش تو روز قیامت خواهد آورد یا به همراه خودش خواهد داشت اون خیانتی که کرده در روز قیامت بروز میکنه. این اصل کلیه و مانع میشه که انسان انگیزه گناه داشته باشه، انگیزه خلقت داشته باشه، انگیزه خیانت به سرش بزنه و مبرا هستن انبیا به خاطر همون عظمت روحی. هر کسی که در این دنیا خیانت بکنه حقیقت عملش و باطن عملش و تعبیر دیگه وجه ملکوتی عمل اون گناهکار روز قیامت ظاهر میشه، آشکار میشه و اون شخص گناهکار با خودش خواهد آورد. وجه ملکوتی خلقش چی میتونه باشه؟ چهره باطنی خلقش عبارت از همون عذاب دوزخ. انبیا و اولیا و ائمه معصومین اینا باطن گناه رو میبینند و به همین جهت از گناه مبرا هستند، هیچ انگیزه‌ای برای انجام گناه ندارند. دلیل دیگه اینه که هیچ پیامبری خیانت نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه باطن گناه رو به اذن خدا هم میبینه و هم به درجه یقین رسیده. همین یقین از ارتکاب گناه، از ارتکاب خیانت و خلقش مسئولیت میبخشه به اون پیامبر، به اون رسول خدای تبارک و تعالی. از سوی دیگر هر پیامبری در علم و عمل الگوی کامل اون تعالیم و آموزه هایی است که از سوی خدا به امت خودش ابلاغ میکنه. اون پیامبران الهی هم باید معصوم باشن و معصومن، یعنی خود خدای تعالی که اونا رو انتخاب میکنه خدا بهتر میدونه که رسالت خودش رو در چه کسی قرار بده و چه کسی در اثر تقوا و عظمت روحی میتونه به مقام عصمت برسه. پس بر هیچ پیامبری سزاوار نیست که غل و غشی در رفتار خودش داشته باشه. غل و غش ناشی از جهل، ناشی از یقین نداشتن، ناشی از کری و کوری باطنه، در حالی که پیامبران الهی در اثر تقوا، در اثر تلاش، سعی، مجاهدت، تهذیب نفس، تزکیه دل، چشم باطن و گوش باطن و شامه باطن، حواس پنجگانه باطنی اونها بدون حجابه و حجاب‌های ظلمانی نورانی رو کنار میزنه. و همین جهت حقیقت گناه، باطن گناه، ملکوت اون عمل گناه آلود رو میبینه. وقتی که ببینه باطن گناه رو، نه تنها هیچ انگیزه‌ای برای انجام اون گناه نداره، بلکه متنفر میشه از انجام اون گناه. به همین جهت انبیاء الهی مسئولیت دارن از غل و غش و خیانت. ادامه آیه خدای تبارک و تعالی میفرماید که ثم توفی کل نفس ما کسبت. پس هر کسی هر عملی انجام میده به طور تمام و کمال دریافت میده. توفی این تمام و کمال دریافت میکنه. کل نفس، هر نفسی، ما کسبت، هر چی کسب کرده، صورت باطنی عمل خودش رو دریافت میکنه. و هم لا یظلمون، هیچ کس هم مورد ظلم واقع نمیشه. هر کس به حق و حقوق خودش در قیامت میرسه. در واقع دنیا مهمان سرایی، مسافرخانه‌ای موقت و همه برای امتحان و عمل به تلاش و کوشش به این مهمان سرا کام گذاشتن.
اون کسی که در این مهمانسرا خیانتی بکنه، موقع تحویل ترک اون مهمانسرا تمام کمال اعمال رفتارش رو بهش نشون میدن و باطن عملش رو بهش میدن. اگر کارهای خیر انجام داده باشه، عمل صالح، ایمان، تقوا، باطن عملش بهشته، باطن عملش عبارت است از اونچه که مطبوع وجود انسان، مورد ملایمه برای طبع انسان. و اگر باطن عملش و ملکوت عملش قل و غش و حیله و خیانت باشه، در این صورت عذاب آتش به او خواهند داد. امیدواریم که خدای تبارک و تعالی همه ما را به صراط مستقیم هدایت بفرماید. اما شاهد مثالی هم عرض کنم و اون اینه که در سوره عنکبوت آیه 55 یوم یغشاهم العذاب، در روز قیامت عذاب اونها را میپوشاند و یقول و میگویند به اون گناهکارا ذوقوا ما کنتم تعملون، بچشید آنچه را که انجام میدادید. یوم، آیه به این صورت هست یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، هم از بالا سرشون عذاب اونها رو در بر میگیره و من تحت ارجلهم، هم از زیر پاشون، و میگویند به اونها میگن که ذوقوا ما کنتم تعملون، یعنی حقیقت عملتون رو بچشید، باطن عملتون که عذابه بچشید این عذاب رو. شاید مثال دوم یاسین 54 فالیوم لا تظلم نفس شیئا، امروز یعنی روز قیامت روزی است که هیچ کس کوچکترین ظلمی بهش نمیشه، هر کس حق به خودش میرسه. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، گفته میشه که شما جزا داده نمیشید مگر آنچه که عمل میکردید. ما کنتم یعنی حقیقت عمل و باطن عملتون رو بهتون میدن. آخرین شاهد مثال سوره طور آیه 16 اصلاحها، وارد عذاب به دوزخ بشید، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، چه صبر بکنید چه صبر نکنید برای شما یکسان، این عذاب مال شما. چرا؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، این باطن عمل خودتونه، آشیه که خودتون درست کردید. تجزون جزا داده میشید، ما کنتم تعملون یعنی عمل خودتون رو به خودتون میدن و خودتون مقصرید. امیدواریم که خدای رحمان همه ما را به صراط مستقیم هدایت